درود بر شما. بامداد چهارشنبه دهم تیر ماه 2585 در ایران و شامگاه سیوم ژوئن 2026 در شرق آمریکا. چند تا موضوع رو امشب هم خبرش رو هم نکات تحلیلیش رو میخوام خدمتتون بگم. آخرین وضعیت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه قراره به شکل غیر مستقیم در دوحه برگزار بشه، اختلافات طرفین سر تنگه هرمز، آخرین خبرها راجع به نمایش نظام برای استفاده از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای به عنوان سوخت و هیزم دستگاه پروپاگانداش و کلی خبری که راجع به این وجود داره و شایعاتی که هست که نظرمو خدمتتون میگم. ادامه اختلافات مقامات جمهوری اسلامی به نحوی که امروز مصاحبه قالیباف رو در صدا و سیما قطع کردن و دعوای شدیدی سر این بین مسئولین درست شده. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها برای سانسور اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای لبنان و توجه ویژه به خبر مراسم دفن خامنه‌ای، پیشبینی علی جنتی از شکل‌گیری اعتراضات مبتنی بر مسائل معیشتی در آینده، مقاله آکسیوز راجع به اینی که نگاه ترامپ به دیدگاه‌های ونس و روبیو دیدگاه متفاوتشون در مورد ایران چیه و چند تا خبر کوچیک‌تر هم خدمتتون می‌خوام بگم. یکی اینی که وزیر دفاع جمهوری اسلامی در توییتر اکانتش باز شده، راجع به این میخوام یک صحبتی بکنم و یه صحبتی هم راجع به مذاکراتی که حماس داره با ترکیه و مصر انجام میده. اما راجع به آخرین وضعیت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، ویتکاف و کوشنر رفتن به قطر، امروز شنبه در قطر بودن. ظاهرا قرار بوده با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کنن ولی طرف جمهوری اسلامی نرفته. غریب آبادی معاون وزیر خارجه هم گفته ما اصلا دیداری با اونا طراحی نکردیم. بعد اعلام شد که روز چهارشنبه طرف جمهوری اسلامی با قطری صحبت میکنه، آمریکاییان با قطری صحبت میکنن. تأکیدم بیشتر روی الان بحث تنگه هرمز، آزاد شدن دارایی‌های جمهوری اسلامی. نکته که این وسط وجود داره اینی که هر دو طرف سر تفاهم نامه که این مربوط به اختلافات اساسی هم نمیشه، اختلافات اساسی مربوط به توافقی که 60 روز براش وقت دارن، سر همین تفاهم نامه که با هم امضا کردن به مشکل خوردن. تفسیری که هر دو طرف دارن از آزادسازی دارایی ها و باز شدن تنگه هرمز تفسیر متفاوتیه. جمهوری اسلامی میگه این پول باید بیاد در دست ما، 6 میلیارد دلارش رو هر جوری که دلمون خواست خرج کنیم، 6 میلیارد دلارش هم با مثلا قبول کرده اون نظارت آمریکایی. بعد در جمهوری اسلامی امروز این حرف شد که 6 میلیارد دلار از این پولا آزاد شده و در حسابهای بانکی ما نشسته. اینم یه عبارت مبهمیه. در حسابهای بانکی ما نشسته یعنی چی؟ قطری‌ها گفتن نه، هنوز تغییری در وضعیت پولها درست نشد. قالیباف اومد یک مصاحبه کرد با صدا و سیما و اومد راجع به این توضیح بده و موقعی که داشت توضیح میداد گفت این 7 میلیارد دلار بوده در کره جنوبی، پول فروش نفت به کره جنوبی بوده، مسدود شده بوده در اثر تحریم‌های آمریکا. بعد با مذاکراتی که در دوره بایدن شد این پول از کره جنوبی اومد قطر، تبدیل به یورو شد و 1 میلیارد دلارش هم که گم شد. بعد این 6 میلیارد دلار اون موقع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه رئیسی میگفت ما این پولا رو دیگه منتقل کردیم به بانک مرکزی. من یادم اصلا اومد به عنوان مصاحبه به عنوان دستاوردهاش گفت. قالیباف امروز در تلویزیون گفت اینجوری نبوده.
و دولت رئیسی و امیر عبداللهیان در واقع دروغ گفتن و این پولها در اختیار ایران نبوده. الان مدعی شد در اختیار ایرانه. همین حرفی که زد صدا و سیما قطع کرده. صدا و سیما قطع کرده. الان بعدش یک بلوایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی درست شد که صدا و سیمای جلیلی در مقابل قالیباف. سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری رقیب قالیباف بود، سر اینی که کدومشون نماینده اصولگراها بشن دعوا بود. هر دوتا موندن. بعد در انتخاباتی که شد با پزشکیان بود، پزشکیان و جلیلی رفتن دور بعد، قالیباف رأی نیاورد. قالیباف اونجا تنش خودش و طرفداراش با جلیلی بیشتر شد، جلیلی هم که باخت و بعد انداختن گردن هم، شکست رو. این ادامه داشت تا الان. در مذاکرات ایران و آمریکا چون قالیباف همه کاره است، جلیلی خوشش نمیاد از این وضعیت. بعد یکی از جاهایی که جلیلی ابزار داره، اهرم داره که مقابل قالیباف بیسته، صدا و سیماست. چون برادر سعید جلیلی به اسم وحید جلیلی قائم مقام پیمان جبلی مدیر صدا و سیماست. و الان که قالیباف داشت حرف میزد، علی رئیسی حرف میزد، قطعش کردن. بعد از اینکه قطعش کردن، دفتر قالیباف بیانیه داده که 2 ساعت مصاحبه بوده، برای چی قطع کردین؟ صدا و سیما مال شما نیست که. یه دعوایی بینشون بالا گرفته. پزشکیان هم همین دعوا رو با صدا و سیما داره و میگه صدا و سیما مخالف تفاهم نامه داره. من البته اعتقادم اینه اینایی که میگن مثلا چرا صدا و سیما مخالف تفاهم یا فلان گروه چرا مخالف تفاهم نامه است، اونا از خودشون که اینو نمیگن. حتما نظام میخواد با این دوتا بازی کنه دیگه. این رهبر نادیده ناشنیده مجتبی که میگن اگر زنده باشه میخواد همون کسایی رو داشته باشه که مخالف مذاکره‌ان، هم کسایی که موافق مذاکره‌ان. چون اصلا مدل علی خامنه‌ای اینجوری بود، مدل پسرش هم مجتبی اینجوریه که مسئولیت قبول نکنه. چون میفهمن که جلوتر یه 2 ماه دیگه اگه بخوان توافق کنن چه عقب نشینی بزرگی. بنابراین صدا و سیما از طرف خودش این نمیکنه. صدا و سیما جزئی از این جنگ قدرت در رأس نظامه که این کارو دارن میکنن. حالا در قطر قرار فردا با هم غیر مستقیم مذاکره کنن که این غیر مستقیم هم یه چیزی شده از دوره خامنه‌ای بنیانگذاری شده، معنا و مفهوم هم نداره، چون در نهایت مستقیم هم مذاکره میکنن. موقعی که مذاکرات در عمان بود، اون موقع اول میگفتن غیر مستقیمه، بعد که آمریکایی‌ها گفتن نخیر، ما در خونه وزیر خارجه عمان عراقچی و ویتکاف هم با هم ملاقات کردن، بعد جمهوری اسلامی اومد گفت البته سرپایی بوده، چند دقیقه بوده، بعد معلوم شد چند دقیقه هم نبوده، نیم ساعت با هم صحبت کردن. من اعتقادم اینه اول قضیه ایران آمریکا رو تموم کنیم، بعد بریم سراغ خامنه‌ای. جمهوری اسلامی و آمریکا فعلا از این وضعیت سود میبرن به شکل موقتی. جمهوری اسلامی میخواد نفت بفروشه، درآمد نفتی داشته باشه و محاصره لغو شده. آمریکایی هم دوست دارن تنگه هرمز باز باشه، نفت بیاد بازار جهانی و ذخایر نفت جهانی هم پر بشه، ذخایر استراتژیک. هر دو طرف فعلا به طور موقت در این قضیه سود دارن. ولی همین جایی که سر تفاهم نامه با هم دعوا دارن، وای به حال اینی که بعداً بره کار به هسته‌ای و اورانیوم و موشکی و نیابتی و اینا که اختلافات اساسیشونه برسه. به همین دلیل بعضی از کارشناسا من دیدم داشتن این بحثو میکردن که ظرفیت بازگشت به جنگ رو دارن دو طرف، چون بستگی به برداشت آمریکایی‌ها از این کند بودن مذاکرات داره. مذاکرات الان کنده. آیا صبر ترامپ به سر میرسه و دستور حمله میده، اسرائیل هم که آماده است، یا نه فعلا با جمهوری اسلامی راه میاد؟ من فکر میکنم فعلا راه میاد، ولی به این معنی نیست که همیشه راه میاد. دیدم آکسیوز هم یک مقاله ای زده، گفته که روبیو و جی دی ونس
مثل تیغه های مختلف چاقوی سوئیسی هن که در دست ترامپ. چاقوی سوئیسی همین چاقو چنگکاره قرمزیه که یه علامتی روش، علامت به علاوه روشه، که مثلا ناخنگیر داره، دربازکن داره، چاقو داره، همه چی داره. آکسیوز میگه که روبیو و ونس برای ترامپ اینجوری هست. روبیو یک کاربردی داره، ونس یک کاربردی داره. ونس محتاطانه تره، دنبال مذاکرات با جمهوری اسلامیه. روبیو سختگیرانه تره ولی اونم از مذاکرات حمایت میکنه. میگه ترامپ الان سپرده به ونس، برو جلو ببینیم چیکار میکنیم با جمهوری اسلامی. ولی اگر به نتیجه نرسه، خودش هم گفته میتونیم برگردیم به جنگ و گفت اگه برگردیم به جنگ چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. نکته دیگه که بینش به سر تفسیرش با هم اختلاف دارن تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگه همه کشتی‌ها باید از مسیری که من از کنار لارک تنظیم کردم بیان رد شن. طرف مقابل میگه اینطور نیست. عمانی‌ها یه مسیری تعریف کردن در ساحل خودشون. امروز اعلام شد که نیویورک تایمز اعلام کرد که عمانی‌ها یه پیشنهادم با آمریکا دادن که یه هزینه‌هایی برای عبور مرور کشتی‌ها گرفته بشه، ولی آمریکایی‌ها هنوز جواب ندادن. آمریکایی‌ها با گرفتن هزینه عبور در تنگه هرمز مخالفن. اینم از قضیه آخرین وضعیت که حالا قرار روز چهارشنبه در دوحه به شکل غیر مستقیم با قطریا صحبت کنن. البته حساب کتاب نداره، ممکنه بعدن خبر بیاد که آقا جمهوری اسلامی که میگه من غیر مستقیم مذاکره میکنم، رفته مستقیم هم مذاکره کرد. اینم از قضیه عمان. غریب آبادی هم گفته که اگر عمانی‌ها همکاری نکنن با جمهوری اسلامی، ما مدیریت تنگه هرمز رو به تنهایی پیش میبریم. یعنی چی؟ اگر همکاری نکنن یعنی اگر به حرف ما گوش نکنن، چون دولت عمان دولت ساحلیه، اونم حقی داره برای خودش. اینی که جمهوری اسلامی میگه اگه با ما همکاری نکنی، یعنی اینی که اگر به حرف من گوش ندی. بعد گفته ما به تنهایی مدیریت رو پیش میبریم. مدیریت نیست، جمهوری اسلامی داره اونجا ناامنی ایجاد میکنه. اینم از مسئله مذاکرات. در درون کشور، در این اختلافاتی که بین مقامات وجود داره بر سر مذاکره با آمریکا، قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان اومده گفته در شورای عالی امنیت ملی همه رأی دادن جز یه نفر. تلقی این بود که سعید جلیلی باید باشه اون، ولی طوری که قائم پناه تعریف کرد اینجوری به ذهن می اومد مثلا وزیر اطلاعات جدید که هر کی است که نگفتن اون مخالف بوده. بعد از حرفای این جعفر قائم پناه، طرفدارای جلیلی گفتن نه اینطوری نیست که قائم پناه گفته که جلیلی هم رأی مثبت داده. اونا منظورشون این بود که جلیلی رأی مثبت نداده. حالا معلوم نیست که کی. امروز صبح یک توییتی دیدم در شبکه‌های اجتماعی، خیلی جالب بود. نوشته بود وضعیت جمهوری اسلامی طوریه که 80% مجلس خبرگانش علیه 90% شورای عالی امنیت ملیش بیانیه میده. راستم میگه 60 نفر از خبرگان مخالف تفاهم نامن، در حالی که میگن 12 نفر از 13 نفر شورای عالی امنیت ملی موافقشن. این شکافه همیشه بوده ولی الان بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده و وسیع‌تر هم شده، بیشتر هم شده. من امروز در ایران تشان هم گفتم دلیل اصلی که این اختلافات زیاد شده این نیست که این اختلافات نبوده، از قبل هم بوده. اصلا جنگ قدرت بین باندهای مختلف سر ثروت و قدرت بوده. منتها علتی که الان خیلی زیاد شده اینی که خامنه ای مرده. خامنه ای موقعی که زنده بود یه مقدار اینا رو مجبور میکرد که جلو اختلافات خودشونو بگیرن. حالا که خامنه ای مرده، اون دسته رو سر اینا برداشته شده، شروع کردن به حمله به هم دیگه و جنگ قدرتشون هم واقعیه، بر سر قدرت و ثروته. اینا هم تلاش میکنن خودشون سهم بیشتری از قدرت ثروت ببرن، تلاش میکنن رقباشون سهم کمتری از ثروت و قدرت ببره و یه جایی هم ممکنه کار به کشت و کشتار برسه، از همدیگه رو بکشن. قبلا هم اینطوری بوده. موقعی که خمینی مرد در سال 1368
جناح راست و چپ وارد چالش با هم شدن. آخرش رهبر جناح چپ که احمد خمینی بود کشته شد. الان هم ممکنه همین بلا رو سر همدیگه بیارن که همدیگه رو حذف کنن. یه چیزی هم که این بحران رو و اختلافات رو تشدید میکنه که من امروز در ایران تشالم عرض کردم، اینه که مجتبی یه رهبر نادیده و ناشنیده است، اصلا معلوم نیست هست یا نیست. این باعث شده اختلافات بیشتر بشه. حتی اگرم باشه رهبر جدیده، اینم باعث شده اختلافات بشه. و سوم اینه که خود مجتبی حرف زدنش یا به نقل ازش موقعی حرفی میزنن باعث اختلافات بیشتر شده. همین حرفی که مجتبی زد که علل اصول من نظر دیگه ای داشتم راجع به تفاهم نامه، این مایه اختلاف شده. اصلا مثل بنزین بوده رو اختلافات رو در رأس نظام بیشتر کرده. الان در رأس نظام یه نهاد میانجی وجود نداره که اینا رو دور هم جمع کنه. همشون با هم اختلاف دارن. سپاه و دولت با هم اختلاف دارن. دولت و صدا و سیما با هم اختلاف دارن. دولت و قالیباف با هم اختلاف دارن. قالیباف و صدا و سیما با هم اختلاف دارن. مجلس خبرگان و دولت با هم اختلاف دارن. مجلس خبرگان در درون خودش هم اختلاف داره. سپاه هم در درون خودش اختلاف داره. دولت هم در درون خودش اختلاف داره. یعنی من امروز تعبیری که در ایران تشال به کار بردم اینه که اینا مقامات جمهوری اسلامی سردارا مثل این میمونن که هر کی صبح از خواب بیدار میشه شمشیرشو میکشه، شروع میکنن به زدن همدیگه. تا شب با شمشیر همدیگه رو میزنن، بعد شب میگن وحدت کنیم، وحدت خوبه، اختلاف نکنیم، کاری نکنیم رسانه‌های بیگانه استفاده کنن اینا. ولی این حرفی که میزنن اولا بهش پایبند نیستن، حد اکثر هم بهش پایبند باشن تا فردا صبحشه. فردا صبحش دوباره از خواب بلند میشن میافتن جون هم دیگه. که من خواستم بگم مثل سگ و گربه میافتن به جون هم دیگه. بعد دیدم که نه، سگ و گربه اتفاقا خیلی هم مفیده. هم سگ مفیده، هم گربه مفیده و الان به عنوان حیوان خانگی در خیلی جاها هست. حس خوبی هم به کسایی که اینها رو دارن میدن، در حالی که جمهوری اسلامی حس بدی به مردم میده. یعنی اگه مقایسه کنیم بگیم مثل سگ و گربه، ظلم میشه به سگ و گربه. یه نکته دیگه که راجع به این اختلافاتشون از قبلا هم گفتم، این اختلافات در همه دیکتاتوریا بعد از مرگ دیکتاتور هست. در شوروی بعد از مرگ استالین بود، در چین بعد از مرگ مائو هم بود. حالا یه چیزی هم که بهش اضافه شده، این مشکلاتیه که در مراسم دفن خامنه‌ای دارن و در رونمایی از مجتبی. اینا بالاخره 120 روز جنازه خامنه‌ای رو دستشون موند. علتی هم که رو دستشون موند این بود که اینا دنبال یک مراسم بزرگ بودن، مراسمی که مقامات و فرماندهان توش باشن، چون اگر نمی بودن آبروریزی بود. ولی چون شرایط جنگی بود و از آمریکا و اسرائیل هم میترسیدن، مدام مجبور میشدن اینو بندازن تعویق که کی دفنش کنن. الان من برداشتم اینه بدون اینی که اینا اعلام کنن یه اماننامه از آمریکا گرفتن. یه اماننامه از آمریکا گرفتن که آقا ما هفته آینده مراسم تشییع جنازه خامنه‌ایه، به ما حمله نکنید. من معتقدم این اماننامه رو گرفتن، اگرچه ازش نمیگن. عملا این اماننامه رو گرفتن. مشکلشون هم تا حالا این بود این اماننامه رو نداشتن. احتمالاً ترامپ بهشون رحم کرده، گفته حالا برید دفنش کنید دیگه. وگرنه اینا 120 روز نگران بودن که اگه مقامات و فرمانده‌ها بیان توی اون مراسم ممکنه دچار مشکل بشن و کشته بشن. الان هم مشکل دیگه شون اینه این مراسمه که به هر حال برگزار میشه، اینا یه جمعیت اقلیتی هم دارن که میان. اکثریت مردم مخالف جمهوری اسلامیه. اینا با اون اقلیت یه نمایشی میدن که مثلا
بگن طرفدار داریم. یا اقلیتی بله طرفدارشونه، ولی اکثریت که طرفدارشون نیست، طرفدار سرنگونی اکثریت. علتی که مراسم رو یه هفته گرفتن، میخوان از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغات و پروپاگانداشون استفاده کنن. این یه هفته‌ای که جنازه رو میگردونن در تهران و قم و عراق و نجف و کربلا و بغداد و مشهد، میخوان از جنازه به عنوان یه اهرم تبلیغاتی استفاده کنن، یه اهرم پروپاگاندا، که بگن ما طرفدار داریم، در حالی که اقلیتن. اکثریت مردم ایران خواهان سرنگونیان. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که توش گیر کردن، امروز هم نتونستن جواب روشنی بهش بدن، مسئله رونمایی از مجتبی است. اینا اومدن گفتن که یه کسی به اسم مجتبی خامنه‌ای وجود داره، تو بمباران نمرده، پسر دوم خامنه‌ای، و خبرگان اینو به عنوان رهبر انتخاب کرده، که به نظر من سپاه انتخاب کرده، به خبرگان گفته امضا کنید اینو، و میگن مجروح شده، و الان از اون موقعی که انتخابش کردن تا حالا 3-4 ماهه کسی اینو ندیده، نه کسی اینو دیده، نه صداشو شنیده، نه عکسی ازش دیده، همش یک پیامه مکتوبی میاد به اسم مجتبی. حالا که تشییع جنازه باباشه، قایم کردن مجتبی دیگه برای نظام خیلی امکان پذیر نیست، مشکل میشه. همین الان شبهه وجود داره در بین مردم که آقا مجتبی وجود داره یا نه. اگر شنبه یک شنبه که نمازش برگزار میشه در تهران و بعد تشییع جنازه برگزار میکنن، اگر اونجا مجتبی خامنه‌ای نیاد و ازش رونمایی نکنن، این شبهه‌ای که هست خیلی خیلی بزرگتر میشه. برای نظام دیگه سخت میشه از وجود یک کسی به اسم مجتبی بخواد دفاع بکنه. ولی مسئله‌ای که هست اینه که اطمینان ندارن که اگر مجتبی بیاد بیرون زنده برگرده به مخفیگاه. میگن اگر مجتبی بیاد بیرون ردشو میزنن، یا آمریکا یا اسرائیل میزندش. مشکلشون اینه، اگر زنده باشه، تازه تا حالا نمرده باشه. ببینیم شنبه یک شنبه چیکار میکنن باش دیگه، رونمایی میکنن ازش یا نه. اگرم به نظر من بیاد بیرون، یه توکه پا میاد بیرون و بعد دوباره برمیگرده به مخفیگاهش. فعلا شرایط براشون اونقدر امن نیست که این به طور همیشگی بیرون بمونه. اینم از این مسئله. اما راجع به این بیانیه مجلس خبرگان که علیه تفاهم نامه بود، خب بعدش مسعود پزشکیان رفت قم با بعضی از علما دیدار کرد. حالا وزیر ارشاد که خودش هم آخونده، لباس آخوندی نداره ولی آخونده، اومده گفته که دیدارهای پزشکیان با علمای قم نشان داد بخش اصلی و تاثیرگذار نهاد دین از دیپلماسی عقلانی حمایت میکند. این نکتهش چیه؟ یعنی اون 60 نفری که در خبرگان اومدن علیه تفاهم نامه بودن، بخش اصلی و تاثیرگذار نهاد دین نیستن. یه دو دستگی بینشون شده. اون 60 تا آخوندی هم که در خبرگانن برای خودشون کسی هم در شهرستان ها تو جمهوری اسلامی. پزشکیان تلاش کرد بره دیدن مراجع که اونو خنثی کنه. حالا دو دستگی شده بین آخوندا در دفاع از تفاهم و تفاهم نامه و پزشکیان، همونطوری که بین سردار سپاه دو دستگی شده. توی این چارچوب شورای عالی امنیت ملی هم اومده یه دستوری داده به رسانه‌ها راجع به سانسور اخبار و اینی که چجوری خبر بدن برای مراسم خامنه‌ای. اولا بهشون گفته که این اختلافات بین مقامات سر مذاکره ایران و آمریکا رو، این اختلافات داخلی رو حق ندارید زیاد بزرگ نمایی کنید. گفته باید آماده بشید که از 48 ساعت دیگه پوشش بدید اخبار مربوط به دفن خامنه‌ای رو، و به عبارتش اینه از ضریب دادن به مجادلات سیاسی داخل و اختلافات جناحی اکیداً پرهیز شود.
گفته برید راجع به تشییع جنازه حرف بزنید. منتها نکته‌ای که جالبه توی این دستورالعملی که شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها داده برای سانسور، گفته که تحولات لبنان هم شما یه طوری بگید نقش دولت لبنان مخربه. خیلی اینجا تضاد جالبی داره. دولت جمهوری اسلامی که در لبنان دخالت میکنه میگه نقش دولت لبنان در تحولات لبنان مخربه. به شما چه؟ نقش شما سازنده است در لبنان، بعد نقش دولت خودشون مخربه. امروز نتانیاهو از جنوب لبنان بازدید کرد، گفت دولت لبنان میخواد با ما به صلح برسه، حزب الله و جمهوری اسلامی نمیذارن. جمهوری اسلامی دخالت میکنه در اونجا دیگه. اینم از این نکته. یه نکته دیگه راجع به دفن خامنه‌ای و رونمایی از مجتبی یادم رفت بگم. پورجمشیدیان سردار سپاه که معاون وزیر کشور و دبیر این مراسم در سراسر کشور، گفته اینی که میگن خامنه‌ای در قم دفن شده به شکل امانتی بعد میبرنش مشهد راست نیست. شایعش افتاده بود که اینا بردن در قم دفنش کردن امانتی، بعد گفته نه اینجوری. بعد ازش پرسیدن که مجتبی میاد یا نه، گفته من صلاحیت ندارم راجع بهش حرف بزنم، باید خود بیت رهبری بیاد بگه که مجتبی میاد تشییع جنازه باباش یا نمیاد. اینم از این. علی جنتی وزیر سابق ارشاد که یک موقع معروف بود میگفت مشکلای وزیر ارشاد با خود خامنه ایه، این علی جنتی میگفت، راستم میگه، عمده وزرای ارشاد در جمهوری اسلامی به مشکل خوردن مال اینکه خامنه ای زیاد در این حوزه دخالت میکرد. اومده گفته ممکنه در آینده شاهد اعتراضات مجدد مردم باشیم به خاطر معیشتی. من معتقدم احتمال که هیچی، قطعیه که ما دوباره خیزش مجدد مردم رو خواهیم داشت، ولی فقط معیشتی نیست، معیشت هم توش هست، ولی اعتراضات مردم ایران معیشتی نیست. معیشتی یعنی این که اگه وضع معیشت خوب شد اعتراض نمیکنن، نه، مردم ایران مسائل معیشتی اعتراض دارن، ولی دنبال مهمتر از اونن، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی. من حالا یکی دو هفته آینده در ایران تشال مفصل 2-3 هفته راجع به این صحبت خواهم کرد. 2-3 تا خبر کوچیک دیگه هم خدمتتون بگم. یکی اینی که پژاک کشته شدن 4 تا از نیروهاشو در درگیری بین موآباد و پیرانشهر تایید کرده. قرارگاه همزم از این ور گفته درگیری بوده و اونجا 4 تا کشته شدن. در پاوم درگیری شده، یعنی اومدن 2 تا از پاسدارای پاوه رو کشتن. گفتن این 2 تا بعضی شهادت دادن که در سرکوب مردم پاوه نقش داشتن. یک نفر از معترضین اصلا اومده میگه که این به سمت چشم من شلیک کرده، همین کسی که پاسداری که کشته شده. ویدیو نشون میده که 2 نفر سوار موتور میان این 2 تا پاسدار رو مقابل یا دفتر یا مرکزشون بوده میکشن. اینم از این. 3 تا خبر کوچیک دیگه هم بدم بعد بریم سراغ اسامی جاویدنامه عزیز. یکی اینی که حاتم قادری از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای منع شده. این چند وقته که مصاحبه میکرد انتقاد میکرد از جمهوری اسلامی بیشتر و بهش گفتن دیگه حق فعالیت رسانه‌ای و سیاسی فعلا نداره. یه نکته متناقض دیگه، اعلام کرده جمهوری اسلامی سردار ابن رضا سرپرست وزارت دفاع که به جای عزیز نصیرزاده سرپرست وزارت دفاع شده، این اومده اکانتش در توییتر فعال شده. نکته جالبش چیه؟ توییتر در ایران ممنوعه، فیلتره و هر کسی بخواد واردش بشه باید با فیلتر شکن میشه. مقامات خود جمهوری اسلامی میان تو توییتر. خیلی جالبه. اصلا توضیح دادن این به یه غیر ایرانی از جمله سخت‌ترین کارهاست که در ایران توییتر از طرف دولت ممنوعه
ولی همه مقامات خودشون تو توییترن، برای ورود به توییتر هم فیلتر شکن میخواد و خود مقامات هم فیلتر شکن میفروشن. ببینید چه شترگاو پلنگی از طرف جمهوری اسلامی. اینم از این. آخرین خبرم اینه که حماس داره با رؤسای اطلاعات مصر و ترکیه صحبت میکنه راجع به آینده غزه. در مصر همیشه سرویس اطلاعاتی استخباراتشون پرونده فلسطین دست اوناست و پرونده اسرائیل. در ترکیه هم دست میت، الان در ترکیه ابراهیم کالینه، قبلا هم که هاکان فیدان مسئول میت بود، الان وزیر خارجه شونه. اینم آخرین وضعیت. اونجا سر نوع خلسله حماس هنوز با همدیگه درگیری دارن، ولی اسرائیل معطل این نمونده. در غزه یک نوار حائل درست کرده، در جنوب لبنان هم یک منطقه حائل درست کرده، در سوریه هم یک منطقه حائل درست کرده. سیاست ایجاد منطقه حائل در غزه، لبنان و سوریه سیاستیه که اسرائیل در پیش گرفته و گفتن این رو اجرا میکنن. اینم از این. اما اگر موافق باشید بریم سراغ خوندن اسامی جاویدنامه‌های عزیز و از شما میخوام طبق معمول اگر مایلید و براتون ممکنه موقع اسامی سرافرازا خونده میشه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام بکنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از این جاویدنامه‌ها. بازم عذرخواهی بکنم، خیلی پدر و مادرها مستقیم و غیر مستقیم پیام میدن که فلانی اسم بچه ما رو نخونده و بخونه. همینطوره، کاملا حق با پدر مادرای عزیز شرمنده شون هستیم و منتها اسامی زیاده. من مدام اینا رو دارم اینجا دیگه دسته‌بندی کردم نشون شما میدم دیگه. کاملا حق باشونه و طول میکشه تا اسامی همه جاویدنامه خونده بشه. تنها قولی که میتونم بدم اینه که میخونم تا آخرین نفر میخونم. فقط اگر دیر میشه و هر شب پدری، مادری، برادری، خواهری در ایران اینترنشنال یا اینجا نشسته که اسم عزیزشون رو من بخونم و نمیشه که من بخونم، شرمندم و عذرخواهی میکنم ازشون. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیر مهدی کشاورز، 17 ساله، فوتبالیست، 19 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام بهناز قرداغی، 31 ساله، مادر دختری 10 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد متین حسینی، 16 ساله، 16 ساله، ورزشکار، عاشق موتورسواری، دانش آموز هنرستان فنی حرفه‌ای، 18 دی، فاز 4 اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیرعلی ابوذر اسدی، 42 ساله، پدر شاهان و شایان، اهل لاهیجان عزیز، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام عباس مظلوم، 41 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی مجروح شده، 10 اسفند جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ایرج کیانی بروجنی، 58 ساله، کارمند بازنشسته صنایع دفاع، اهل بروجن عزیز، متأهل، پدر 3 فرزند، 20 دی، اصفهان عزیز. دخترش که آماده عروسیه نوشته دیگه برای کی عروس بشم بابا، یادش گرامی. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام اکبر حمزه حسینی، 29 ساله، اهل کوهدشت عزیز، 19 دی، فردیس کرج عزیز. قبل از اینی که بره به اعتراضات
و جان فدا بشه، نوشته اگر برنگشتم بدانید فقط به یاد مردم رفتم، به یاد مهسا، به یاد نیکا. از خودش فیلم گرفته. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام ابوالفضل تک پازوکی، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام ابوالفضل مهری، 19 ساله، تکواندوکار، دارنده دانه دو تکواندو، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام حسین بدرخانی، 30 ساله، اهل ساوه عزیز، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام ابوالفضل زاره، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام سیاوش منصوری نژاد، 30 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام رامین رستمی، 19 ساله، 18 دی مجروح شده، 30 دی جان فدا شده، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام محمد حسین پایدار حسینی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. بازم از پدر مادرها، برادر خواهرها عذرخواهی میکنم اگه بازم منتظر شدید و امشب هم اسم عزیز شما در بین اسامی نبود. حتما میخونم همه اینا رو، بهتون قول میدم. بریم سراغ پرسش و پاسخ با دوستان. فرمانده کل مقوا و آن پیرمرد متهم را در سه‌شنبه اول جنگ فرستادن هوا. همون دقیقه اول جنگ کشتن دیگه. حالا تردید راجع به اینه که پسرش زنده است یا نه. مردم واقعا تحت فشار هستن. بله همینطوره. جمهوری اسلامی مردم رو تحت فشار قرار داده. مردم هم اشتیاق به سرنگونی دارن. اینی که سرنگونی به تأخیر افتاده، مردم احساس خوبی راجع به این ندارن. دوست دارن زودتر جمهوری اسلامی سرنگون بشه. نوشتن پس شب اول قبر نداره. چرا نداره؟ خب میذارنش تو قبر دیگه. به نظرتون این بار جنگ کی شروع میشه؟ الان در حال مذاکره‌اند. بستگی به ترامپ داره که درکش از این مذاکره و کند بودن مذاکرات چیه. ترامپ لحنش داره تند میشه به جمهوری اسلامی، ولی اینی که کی تصمیم بگیره که جنگ رو شروع کنه هنوز نشانه های جدی دیده نمیشه که بخواد الان جنگ رو شروع کنه. به نظرتون پزشکیان و قالیباف میتونن کودتا کنن؟ امیدوارم مردم همشون رو با هم سرنگون کنن. قالیباف ولی داره تلاش میکنه بشه همکاری جمهوری اسلامی و لحنش هم مثلا اونجوریه دیگه. دیدی دیگه منم میکنه، میگه به من کمک کنید که من تصمیم بگیرم. پزشکیان هم اینو حس میکنه که قالیباف یواش یواش داره بیش از این رئیس جمهور بیخاصیت میکنه. واقعیتش اینه که این جنگ قدرت هنوز در جریانه.
یه خورده باید جلوتر بریم ببینیم که نسبتشون با همدیگه چطوری میشه و امیدوارم هستم به زودی مردم ایران همشون رو سرنگون کنن، اصلا فرقی برای مردم نداره که قالیباف باشه پزشکیان اینا باشه، ولی اینی که کدومشون بر اونی که غلبه میکنه یه ذره جلوتر باید ببینیم. آیا برکناری اژه‌ای واقعیت داره؟ ایران اینترنشنال یه خبر اختصاصی داره که علی خامنه‌ای نمیخواد 5 ساله دوم اژه‌ای رو تمدید کنه. مجتبی خامنه‌ای نمیخواد. اژه‌ای منسوب علی خامنه‌ای و باید ببینیم جلوتر، ببینیم که در نهایت چه اتفاقی میفته در این مورد. شاه از آمریکا F14 خرید، اینا یونجه میخره، تازه اونم پایا پایه. اگه دوباره جنگ میشه احتمال سقوط هست. نوع حملات مهمه، آیا حملات محدود یا حملات سنگینه. اگر اون حملاتی که انجام شد و کار رسید به زدن ایست بازرسی‌ها، اگر اون ادامه پیدا میکرد من معتقد بودم تا آخر بهار میندازن. اون نوع حملات ادامه پیدا نکرد. چرا ترامپ الان داره مذاکره میکنه؟ چون نیاز داره که بازار نفت با بحران رو پشت سر بگذاره، نفت به بازارها برگرده، قیمت نفت بیاد پایین، چون در درون آمریکا قیمت نفت که رفته بالا رو انتخابات اثر داره. ترامپ دنبال اینه که یک فضای ایجاد بشه که بازار نفت دچار بحران نشه، بعد جمهوری خواه بتونن انتخابات کنگره رو در ماه نوامبر آبان ببرن. اونجا به نظرم اگر جمهوری خواه سنا و مجلس نمایندگان رو ببرن، موضع ترامپ در مورد جمهوری اسلامی خیلی تقویت خواهد شد. اگر دموکرات‌ها هر دو تا مجلس یا یکیشو ببرن، کار ترامپ سخت میشه. در چه صورت گفتن قدرت سرکوب حکومت که نفت و اینا داره مردم میتونن بهش غلبه کنن؟ یکی این بحث ذهنیته. ما باید کاری کنیم که ذهنیت نیروی سرکوب دچار مسئله بشه، یا از این زاویه که تو اگر بکشی بعدا مجازات میشی. از این زاویه هم ما کلیت حکومت باید به لحاظ ذهنی کاری کنیم که این دچار ریزش بشه و ازش جدا بشن. هر چقدر افراد بیشتری از حکومت جدا بشن و از ساختار سرکوب جدا بشن، به نفع پیروزی انقلاب ملیه. ما باید به مردمی که خواهان سرنگونی‌اند بیشتر کنیم و از حکومت کاری کنیم که دچار ریزش بشه. یه بخشش اونه، یه بخشش هم به نظرم اینه که اینها بعد از انقلاب ملی در مورد اینی که مجازات میشن یا مجازات نمیشن یه راهی باید باز باشه. اگر کنار حکومت بیستن باید بدونن مجازات میشن، اگر نه از حکومت جدا میشن ما باید یه راهی باز کنیم که اینا از حکومت جدا بشن. بهشون میگیم باید برید جدا بشید از حکومت. هر چقدر اینا از حکومت جدا بشن به نفع پیروزی انقلاب ملی. راجع به مصاحبه شاهزاده دوستان میپرسن، این مصاحبه مال شبکه ما نبوده. من خودم 3 بار با شاهزاده 3 یا 4 بار 4 بار با ایشون مصاحبه کردم. من در کل دوره‌ای که خبرنگار بودم در این 35 سال، من در این 35 سال مصاحبه تلویزیونی با کسی نکردم و
دیگران با من مصاحبه کردن ولی من با کسی مصاحبه نکردم. 4 تا مصاحبه کردم، هر 4 بارم با شاهزاده رضا پهلوی بوده و خیلی هم استقبال خوبی شده از طرف مردم و خیلی مسابقه خوبی هم شد به نظر. راسته که میگن همسر مجتبی سرعت سوال بالا بود، نفهمیدیم زنده یا مرده است. همسر مجتبی مرده، گفتن که کشته شده. تو اینایی که کشته شده همراه با خود خامنه‌ای تشییع جنازهشون برگزار میشه، ترکیب اینجوریه که خامنه‌ای خودش تشییع جنازه میشه، مصباح باقری کنی دامادش اون تشییع جنازه میشه، یکی از دختراش فکر میکنم مطمئن نیستم کدومشونه، یکی از دختراش اونم تشییع جنازه میشه، عروسش که زهرا حداد عادله تشییع جنازه میشه، یکی از نوه‌هاشم که میشه نوه محمدی گلپایگانی، پسر گلپایگانی داماد خامنه‌ای محمد جواد، بچه اونم تشییع جنازه میشه. نظرتون درباره خلع نیابتی‌ها چیه؟ به نظرم واجبه. دولت عراق آمریکا داره بهش فشار میاره که نیابتی‌ها رو در عراق هشت شعبی خلع کنه. به دولت لبنان و ارتش لبنان هم آمریکا داره فشار میاره، کشور عربی هم فشار میارن که شما اگه میخواید لبنان تبدیل به دولت عادی در خاورمیانه بشه، ما هم کمکش کنیم، باید حزب الله خلع بشه و یه فشار شدیدی میارن. دلیل اینی هم که جمهوری اسلامی مقاومت داره میکنه که حزب الله خلع نشه، اینی که حزب الله تنها گروهیه که از جمهوری اسلامی در اطراف اسرائیل مونده. حماس و جهاد اسلامی ضعیف شدن، اسد هم سقوط کرده، امکان ارسال اسلحه به کرانه باختری از دست دادن تا حد زیادی، فقط مونده حزب الله. اگر جمهوری اسلامی از لبنان اخراج بشه، حزب الله هم خلع بشه، کار اون چیزی که بهش میگن جبهه مقاومت تا حد زیادی تمامه، چون دیگه در اطراف اسرائیل مرزی ندارن. حوثی‌ها و هشت شعبی از دور خیلی نمیتونن آسیب به اسرائیل بزنن. مهم دورور اسرائیله که الان حماس و جهاد اسلامی ضعیف شدن، اسد سقوط کرده، فقط مونده حزب الله. جمهوری اسلامی با چنگ و دندون حتی به قیمت جنگ داخلی در لبنان به نظرم از حزب الله دفاع میکنه. جمهوری اسلامی حاضر در لبنان جنگ داخلی را بندازه ولی حزب الله خلع نشه. گفتن این مهلت 48 ساعته تموم میشه، سپاه منحل میشه. دیدم یک کارشناس داخل جمهوری اسلامی گفته بود سپاه بحث انحلالش هست. نه، اینطوری نیست. الان سپاه تنها نهادیه که جمهوری اسلامی رو نگه داشته. جمهوری اسلامی رهبر روی تختی نشسته که این تخت 4 تا پایه داره: سپاه، شورای نگهبان برای انتخابات، دستگاه بگیر و ببند قوه قضاییه و صدا و سیما به عنوان دستگاه تبلیغات. صدا و سیما دستگاه تبلیغاتی، قوه قضاییه بگیر و ببند، شورای نگهبان، انتخابات، سپام سرکوب. ولی اون سه تا نهاد در مقابل مردم خیلی کاری نمیتونن بکنن. صدا و سیما و شورای نگهبان و قوه قضاییه. اونی که در مقابل اکثریت مردم جمهوری اسلامی رو نگه داشته سپاست که سرکوب میکنه. سپاه و نیرو انتظامی و بسیج و اطلاعات اینا که زیر مجموعه سپاه. بنابراین این حرف که سپاه مثلا منحل بشه، اینا نه. اتفاقا من معتقدم سپاه در این میزان عمری که از جمهوری اسلامی باقی مونده، سپاه از قبل هم قوی تر هم میشه، چون خامنه‌ای بر سپاه سوار بود ولی الان سپاه بر مجتبی سواره. در این میزان عمری که از بقایای جمهوری اسلامی مونده، نقش سپاه بیشتر میشه. به نظر شما امکان داره دروغ گفته باشن مرگ مجتبی رو؟ بله، ممکنه دروغ گفته باشن، اصلا مجتبی زنده نمیشه. تا همین شنبه یک شنبه معلوم میشه احتمالاً. جمهوری اسلامی 1000 بار دروغ گفته. خب اینم روی اونا. جمهوری اسلامی سال 72 73 در
صحن امام رضا بمب منفجر کردن، انداخت گردن اپوزیسیون. بعد معلوم شد خود وزارت اطلاعات بمب منفجر کرده برای که اپوزیسیون بدنام کنه. جمهوری اسلامی در زمان قتل‌های زنجیره‌ای خامنه‌ای گفت کار اسرائیل. بعد معلوم شد کار وزارت اطلاعات خودشون بود. خیلی دروغ گفته جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی رو زد انداخت پایین، 176 نفر بیگناه رو کشت، گفت نزدیم، گفت اصلا موشک نیست. بعد که ایران اینترنشنال و بقیه گفتن آقا موشک زده، بعد جمهوری اسلامی اومد گفت بله موشک زدیم. جمهوری اسلامی سابقه دروغ گفتن خیلی داره، خیلی ها. اینا یه قاعده ای هم تو فقه براش پیدا میکنن دیگه. مثلا میگن آقا مصلحت بوده، اقتضا این بوده که ما دروغ بگیم. جمهوری اسلامی خیلی از این کارهای غیر قانونی دروغ کرده، بعد بیاد به مصلحتی میگه. مثلا علی خامنه ای سال 68 که رهبر شد خلاف قانون اساسی بود. قانون اساسی میگفت رهبر باید مرجع باشه. خامنه ای مرجع نبود، حتی آیت الله هم نبود. خب کردن، بعد گفتن که آقا اقتضا بوده و مصلحت بوده که ما این کارو بکنیم. آیا ترامپ همچین قدرتی داره که هیئت مذاکره کننده رو ترور یا سرکوب کنه؟ معمولا در فضای مذاکراتی این کار صورت نمیگیره، ولی این که مذاکرات شکست بخوره اینا برگردن، بله. ترامپ بهشون هم گفت به این دلیل زنده اید که بیاید مذاکره بکنید. یه جور تهدیدشون بود دیگه. آیا امکان داره سپاه جمهوری اسلامی رو نجات بده؟ نه. جمهوری اسلامی سرنوشتش سرنگونیه، چون اکثریت ملت نمیخوانش. جمهوری اسلامی نمیتونه همیشه به سرنیزه تکیه کنه. الان که البته نشسته روی سرنیزه، دیگه بهش تکیه هم نکرده و نمیتونه اینو ادامه بده، چون اکثریت ملت اینو نمیخوان. در خصوص شرایط عراق بگید. در عراق بارها توضیح دادم. الان مبارزه با فساد، علی الزیدی نخست وزیر مورد حمایت آمریکاست، نسبت به نخست وزیرهای سابق از جمهوری اسلامی فاصله داره. جمهوری اسلامی دنبال این بود نوری مالکی نخست وزیر بشه. ترامپ گفت اگر مالکی نخست وزیر بشه باشون همکاری نمی‌کنیم. الان هم این نخست وزیر مبارزه با فساد میکنه، چند روز دیگه هم داره میره آمریکا. جمهوری اسلامی هم دنبال اینه که یه جوری این علی الزیدی رو سرنگون بکنه. نظرتون درباره حرف خالد مشعل چیه؟ من حرف خالد مشعل رو ندیدم که بخوام راجع بهش نظر بدم. حالا اگر دیدم بعد میام خدمت شما نظرم هم میگم. اجازه بدید آخرین خبرارم اینجا ببینیم که ونس هم گفته من رفتار ایران در انکار و همزمان انجام مذاکرات درک نمی‌کنم. ونس تازه رسیده به اون جایی که ما 48 سال رسیدیم. یعنی اینکه رفتار جمهوری اسلامی قابل فهم نیست. چرا ارتش ایران مثل ارتش لبنان از مردم حمایت نمیکنه؟ خب این ارتش زمان شاه که دیگه نیست. این ارتش جمهوری اسلامیه. سرانش با گزینش اومدن سر کار، تحت نظر حفاظت اطلاعات همیشه، منسوبین خامنه ای هن. خیلی از فرمانده ها حزب اللهی هن. این ارتش و ارتش زمان شاه دیگه نیست، ولی بازم جمهوری اسلامی بهش اعتماد نداره به ارتش، کمایی که در سرکوبام نمیاره ارتش رو، چون نگرانه که ارتش تمرد کنه. من کماکان معتقدم اون روزهای آخر جمهوری اسلامی یه بخشای از ارتش به مردم میپیوند. چقدر احتمال میدید جمهوری اسلامی تا آخر امسال سقوط کنه با توجه به شرایط کنید؟ باید ببینیم وضعیت مذاکرات چجوری خواهد شد، چون مذاکرات نسبت داره با بحث حمله مجدد آمریکا و اسرائیل. این یک وضعیته. جامعه در درون کشور، جامعه به سمت قیام مجدد میره. ما در مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی چند تا نکته است که اینا تاثیر گذارن. اینی که مذاکرات به کجا میرسه و آیا آمریکا و اسرائیل دوباره حمله میکنن یا نه. این موثره به هر حال، با وجودی که بعضیا میخوان بگن موثر نیست، موثره. اون نیروی اصلی که قرار جمهوری اسلامی سرنگون کنه خیزش میلیونیه. من معتقدم خیزش میلیونی دوباره اتفاق میفته. اصلا مسئله این نیست
که آیا مردم بسیج میشن، میان نمیان، میلیونی مردم میان، میلیونی هم میان. منتها مسئله اینه که من دیدم در مسابقه اخیر شاهزاده که میگفت من میخوام مردم کمتری کشته بشن در فرآیند سرنگونی، حرف درستی هم هست. من معتقدم ما باید بریم روی راههای غلبه بر ساختار سرکوب کار کنیم. مردم میان، بحث اتحاد در اپوزیسیون اینا هم خوبه، ولی اون مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینه که مردم میان و بعدش برای غلبه بر ساختار سرکوب باید چیکار کرد. اون مدلی که اسرائیل رفت که ایست بازرسی ها رو میزد، این امید رو به وجود آورده بود که اسرائیل اونو ادامه بده و ساختار سرکوب کف خیابون رو متلاشی کنه. و این بحث در ذهن مردم شکل گرفت که در قیام بعدی اسرائیل ممکنه با پهپاد ازشون حمایت کنه. هنوز هم این احتمال البته وجود داره، ولی نقطه کانونی که ما باید راجبش فکر کنیم، راجبش بحث بکنیم، راههای غلبه بر ساختار سرکوبه. من فکر میکنم این مهمترین مسئله رویارویی اپوزیسیون و مردم، که مردم میلیونی میان، حتما میان، ولی چطوری بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد؟ این حکومت جنایتکار مخصوصا، که من خودم 2 تا راه حل دادم دیگه. یکی اینی که باید رو ذهنیتشون کار کرد، هم کسایی که میخوان جمهوری اسلامی کنارش بیستن بترسن از مجازات، هم کسایی که میخوان جدا بشن باید این امکان رو فراهم کرد که مقامات و کسایی که میخوان از جمهوری اسلامی جدا بشن ازش جدا بشن. و اون بحث اعدام رو هم من یک موقع خدمتتون گفتم که دادگاه هایی که بعد از جمهوری اسلامی برای محاکمه سران جنایتکار جمهوری اسلامی تشکیل میشن، من اعتقادم اینه که نباید امکان مجازات اعدام رو از خودشون سلب کنن. اگر امکان مجازات اعدام رو از خودشون سلب کنن، بگن ما همچون حکمی نداریم، این میتونه روی نیروی سرکوبی که الان هست تأثیر اینجوری بذاره که بگه خب من میکشم، اگرم بعدن که جمهوری اسلامی سرنگون شد منو اعدام نمیکنن در دادگاه. من فکر میکنم نباید این اطمینان خاطر بهشون داده بشه به نیروی سرکوب که اگر مردم رو بکشن بعد از جمهوری اسلامی اینا طرفدار نه به اعدامن، اعدام لغو میکنن. نه، من معتقدم دادگاهایی که برگزار میشه که حتما باید دادگاه‌های خوب و طبق استانداردی باشه، دادگاه این امکان رو باید داشته باشه که بتونه در صورت لزوم حکم اعدام هم بده. این میتونه در مقابل ساختار سرکوب جمهوری اسلامی بازدارنده باشه. به نظر من ممکنه همه با من موافق نباشن، من دیدگاهم اینه. من مهمترین مسئله که در ذهنم هست شدنی امر شدن، فعل شدن در سرنگونیه. چطوری این جمهوری اسلامی سرنگونیش محقق بشه. و من فکر میکنم ما باید معطوف به این بحث بکنیم. مهمترین بحثی که ما الان در آینده پیش رومونه اینی که معطوف به این صحبت کنیم. اصلا بحث‌های تاریخی، بحث ائتلاف و اتحاد و نمیدونم نظری و این چیزا الان اولویت ما نیست. اولویت ما اینه که چه راههایی پیدا بکنیم که بر ساختار سرکوب جمهوری اسلامی غلبه کنیم و سرنگونش کنیم. مردم اینو میخوان که این راه پیدا بشه. خیلی ممنون و متشکر. 1 ساعت در خدمتتون بودیم. فردا شب هم ساعت 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی، 3 بامداد ایران، 9:30 صبح سیدنی، مثل همیشه در خدمتتون خواهم بود. ایمان دارم اون روزی که ایران را از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد پس بگیریم نزدیک. مواظب خودتون باشید.